سلام. یه سلام جوندار و پروپیمون دیگه تقدیم میکنم به همه هموطنای شرکت کننده تو تظاهرات نیویورک. حقا که بادکنک سفر شیخ فری رو درست حسابی ترکوندی. این حرف موشکاف نیستا، این حرف رسانه های دنیاست. اریک شاون، خبرنگار فاکس نیوز. اما سخنان روحانی در میان این نفرات خریداری ندارد. شما تصاویری را از خیابان مقابل سازمان ملل مشاهده می‌کنید. این تظاهرات فعالان ایرانی آمریکایی علیه رژیم تهران است که توسط شورای ملی مقاومت ایران برگزار می شود. مقاومتی که پرزیدنت آن مریم رجوی است. ای بنازم به این اراده که دنیا رو سر آخونده خراب کرده. قرار بود شیخ فری بره نیویورک و خودش رو طرف حساب جا بزنه و با غربیات چاچا برقصه، اما حالا نه تنها دوغم نصیبش نشد بلکه هموطنامون پرتش رو ریختن رو آب و نقاب اعتدالیشو جر و واجر کردن. ماشاءالله. این از بزرگترین تظاهراتی است که در نیویورک علیه رژیم ایران و نقش آن در منطقه خاورمیانه و کشورهای عربی برگزار می شود. همچنان که در پلاکاردها نیز دیده می شود، آنها رژیم ایران را جزئی از راه حل مسالمت‌آمیز برای بحران‌هایی که کشورهایشان را هدف قرار داده است نمی‌دانند. بله دیگه، وقتی ایرانیای بامرام و باصفا اینجوری به صحنه میان و اوضاع رو دست میگیرن، اون وقته که همه مجبورن خودشون رو جمع جور کنن و به جای بگو بخند با آخوندا برن تو کار اخم و تخم و لحنشون رو عوض کنن. باراک اوباما. رژیم ایران در این لحظه به اعزام گروه‌های نیابتی خشن برای پیشبرد منافع خود ادامه می‌دهد. درگیری‌های طائفی را دامن می‌زند و کل منطقه را به خطر می‌اندازد و ایران را از تجارت و بازرگانی محروم می‌کند. البته در سراسر جهان ما به مقابله با کشورهایی که درس‌های تاریخ را رد می‌کنند ادامه می‌دهیم. چوب و پیاز و 100 تومن که میگن اینا. شیخ فری هم مشت اشرف نشونا رو نوش جان کرد، هم رشته هاش تو نیویورک پنبه شد و هم از اون طرف باید حالا از بابت منت کشی هایی که از امریکا کرده از طرف باند علی گدا مشت و لگد بخوره و سیخ و سنبه میل کنه. عزت الله زرقامی. از آقای روحانی بعید بود که با توجه به تجربه دیپلماتیکشان ندانند که ابعاد حادثه در حدی است که باید در همون ساعات اولیه نیویورک را ترک می‌کردند تا مجبور به لبخندهای مکرر سیاسی در دیدارهای نچندان مهم نباشند. حالا باید به علی گدا و کوسه و شیخ فری گفت چشم همتون کور، این دفعرم ما بردیم. اینم از سفر نیویورک و آرزوهای برباد رفته. حالا برگردید و تو دوره پسا زرخوری تا میتونید به سر و کله هم بکوبید. آقا مزاحم نشم، خدا حافظ شما.